گروهی از روزنامه‌نگاران و فعالان شبکه‌های اجتماعی از مقامات دولتی خواستند خاطره اقبال تیشاєв، روزنامه‌نگار و سخنگوی حکومت شهر اسفره پست داشته شود. آنها گفتند خوب می شود اگر یک خیابان یا بنای فرهنگی این جماعت را به نام او گذارند. رحمتی همیشه در غم وطن بودن، در غم مادر و وطن. تاجیک گفتن، قرقیز گفتن، یکی خودشون موندن. روزنامه‌نگاران میگویند اقبال تیشاєв از دسترس‌ترین سخنگوی در مقامات محلی بود که هنگام مذاکرات بین مرزی اطلاع سریوقتی میداد و برای تهیه گزارش‌ها از نقطه‌های داغ کمک میکرد. وی همچنین سردبیر نشریه گنج واروخ بود که در این اواخر نامش به گنج اسفره عوض شد. ابدی گرداندن نام و خاطره این ژورنالیستی صاحب کسب صاحب قلم این باعث دستگیری این روزنامه‌نگار تاجیک روز 5 اپریل بر اثر بیماری در 51 سالگی درگذشت. او را در زادگاهش جماعت واروخ دفن کردند. طبیبان بیماری او را نارسایی کار دل و رگ‌ها گفتند، ولی برخی از دوستانش میگویند از درد جگر نیز رنج میکشید. از وی 4 فرزند ماند. اکم بیماریش بود و هیچ بایبا تبابت به تنه دو درکش همون رسی استود زمرد به خور بید اکم اون تبابت میکنیم کار بای کار تنه دود دیا ندونم بچه اوی تنه دود کار بچه کمت دست دادم دیا. مرگ سخنگوی ناحیه هممرز با قرقیزستان در حال است که ضمن بحث‌های مرزی نام واروخ ورد زبان‌ها گشته است. اقبال تیشاєв نیز یکی از شرکت‌داران این بحث‌ها بود و از منفعت‌های مردم خود حمایت می‌کرد. فرزان محمدی، رادیوی آزادی، ناحیه اسفره.